خدمت همه عزیزانی که امشب همراه ما هستند. من مهدی عزیزی هستم و ما امشب در خدمت آقای سام بیات، وکیل پایه دادگستری از کبک کانادا هستیم که ایشون همونطور که مستحضر یعنی خیلی از دوستان عزیزمون شاید حتی شما رو خیلی بهتر از من بشناسن. شما بنیانگذار گروه حقوقی بیات هستین که در حال حاضر تو اقصا نقاط دنیا هم دفتر دارین، همش هم فعال و اکتیو هست. در حال حاضر هم که از دبی در خدمتتون هستیم. درسته؟ بله شبتون بخیر. سلام محمد جان. سلام آقای بیات، وقتتون بخیر. واقعا باعث افتخار من هستش که دوباره تو این جمع هستم و در خدمت شما. امیدوارم که مرسی آقای دکتر اصنعشری هم که مستحضر هستین. ایشون مدیر مارکتینگ گروه حقوقی بیات هستن. ما امشب قراره در رابطه با تابعیت کشور دومینیکا صحبت بکنیم که خیلی از همراهان ما میدونن آقای بیات نماینده رسمی دولت دومینیکا هستن. آقای بیات میدونیم ما اینجا یه مشکلی داریم. همه افرادی که توی حوزه مهاجرت و اقامت کار میکنن خودشون رو به عنوان نماینده رسمی معرفی میکنن، در حالی که اونها واسطه‌ای هستن که با بقیه نماینده ها کار میکنن و همین مردم رو گمراه میکنه. برای همین توصیه میکنم که همه عزیزان قبل از اینکه وارد در واقع رابطه کاری با کسی بشن حتما سایت دولت دومینیکا رو چک بکنن و ببینن که دارن با کدوم نماینده کار میکنن. خب اگه اجازه بدین ما وارد صحبت بشیم و اولین سوالی که من از حضور شما دارم اینه که یه مختصر تفاوت تابعیت و اقامت رو توضیح بدیم. ما گاهن افرادی به همون مراجعه میکنن که نمیتونن درست تصمیم بگیرن و فرق این دوتا رو نمیدونن. مثلا میگن خب بس من میرم گلدن ویزا میگیرم برای اسپانیا، نمیدونم پرتغال، یونان اقدام میکنم، خوبه دیگه، بعد تابعیت میگیرم. ببینید این تفاوت این دو رو اگه محبت کنید برای ما توضیح بدید من ممنون میشم. بله اتفاقا سوال جالبیه. ببینید در صنعتی که ما کار میکنیم که کار حالا مهاجرت و تابعیت و اقامت این چیزا باشه، من میشه میام سه دسته میکنم. کسانی که یک تابعیتی رو میگیرن، درخواست میکنن میگیرن. دو، کسایی که اقامت رو میگیرن و کسانی که مهاجرت میکنن. درخواست تابعیت خب خیلی میگن خرید پاسپورت. بله دقیقاً سوال بعدی من همین بود. مرسی که برای اصطلاح اشتباهیه، چون شخص تابعیت رو دریافت میکنه بعد از اینکه تابعیت رو گرفت. یکی از امکانات اون تابعیت داشتن پاسپورت اون کشوره. گرفتن تابعیت شما خب واقعا میایید و یک هویت دوم رو میگیرید، یه پاسپورت دوم گیرتون میاد و برای متقاضی و خانواده‌اش. و گرفتن اقامت، خب اینجا شما اقامتی میگیرید مثلا امارات یا گفتیم پرتغال، اسپانیا، یونان. اقامت اجازه دسترسی شما رو به اون منطقه میده. مثلا کسی که میره این مثلا اصطلاح عمومی گلدن ویزا، ویزای طلایی مثلا اسپانیا رو میگیره یا پرتغال یا یونان رو میگیره، میتونه دسترسی پیدا کنه به منطقه شنگن، ولی میتونه فقط سکونتش باشه در اون کشوری که بهش اقامت رو داده. در صورتی که شما مثلا ویزای اقامت اسپانیا رو میگیرید، میتونید در کشور اسپانیا خودتون و همسرانتون که واجب شاهدتون هستن تو اونجا زندگی کنن، ولی خب میتونید تردد داشته باشید سفر کنید به کشورهای دیگه اون حوزه منطقه شنگن، ولی اجازه اقامت در کشورهای دیگه شنگن رو ندارید. بله. تابعیت، بعضیا تابعیت رو درخواست میکنن به خاطر اینکه دنبال اون هویت دوم هستن، دنبال اون که بتونن جایی مختلف سفر کنن در مناطق مختلف. مثلا با دومینیکا میشه روسیه رفت، چین رفت، کره جنوبی رفت، کشورهای خبردور هنگ کنگ، سنگاپور رفت، منطقه شنگن رفت، آمریکای جنوبی، کشورهای آفریقایی. ولی خب بعد که شما میرید اقامت مثلا اسپانیا رو میگیرین، خب میتونید در اسپانیا زندگی کنید و در حومه اون منطقه شنگن سفر کنید. جنبه سوم که صحبت کردم درباره مهاجرت بود که خودم میشه مشابه اقامت. شما مثلا میان اقامت آمریکا رو میگیرید، اقامت کانادا رو میگیرید، استرالیا رو میگیرید، انگلستان رو میگیرید، در اون منطقه میتونید خب زندگی کنید، در اون کشور میتونید زندگی کنید.
و اصولاً یک امکانات دیگه‌ای به شما داده نمیشه. مثلا اگه اقامت کانادا رو دارین نمیتونین برین آمریکا. البته اینجا مکس کردم به خاطر این بود که وقتی که اقامت آمریکا رو دارید بدون ویزا میتونید بیاین کانادا. این امکانو کانادا به آمریکایی‌های مقیم میده، ولی آمریکا این امکانات رو به کسایی که مقیم کانادا هستن نمیدن. البته برای ایرانیایی که مقیم کانادا هستن استثناً اگه به ویزای آمریکا رو بتونن بگیرن بهشون میتونن ویزای 2 بار مصرف رو بدن، در صورتی که ایرانیایی که در کانادا زندگی نمی‌کنن اگه درخواست ویزا کنن و واجب شهید بشن بهشون ویزای سینگل انتری 1 بار ورود رو میدن رو پاسپورت ایرانیشون. البته که ایرانی هایی که تابعیت دوم دارن و واجب شهید باشن مثلا برای آمریکا تا ویزای 10 ساله مالتیپور هم گرفتن و میتونن بگیرن. در اینجا واقعا فرق داره گرفتن تابعیت یه جا، گرفتن اقامت یه جا یا مهاجرت به یک جایی. بله مرسی. پس بهتره که هر کس اینجا به هدفش هم دقت بکنه که به دنبال چیه، چون اقامت گرفتن با گلدن ویزای مثلا اسپانیا به این شکل نیست که شما اقامت رو گرفتین بعد بلافاصله بدون حضور ختم به پاسپورت بشه، چون جزء در واقع نوع غیر فعال نیست. حتما شما باید حضور داشته باشین در 5 سال اول، 4 سال و 2 ماهش رو باشین که اصلا بتونین به عنوان یه شهروند به حساب بیاین تازه به اقامت دائم برسین. خیلی بحثش حالا انشالله تو این مباحث هم ما در حضور شما خواهیم بود، ازتون استفاده میکنیم از سخنانتون، دانشتون. آقای بیات ببینید CBI یا شهروندی با سرمایه گذاری یه تاریخچه طولانی داره که اگه بخوایم حساب کنیم از سال 1982 از کشور تونگا شروع شد. من خیلی مختصر میخوام شما راجع به این CBI کوچولو صحبت بکنین، همینطور که گفتم فارسیش میشه اخذ شهروندی با سرمایه گذاری، که این به شکل فعال هست یا غیر فعال، و بعد از اون حالا وارد سوالات جزئی تر میشیم که برسیم به مبحث اصلیمون. مرسی ازتون. بله البته درست گفتین. اولین باری که کسی تونست تابعیت رو بخره بدون اینکه اونجا فعال می بوده باشه و زندگی دراز مدتی داشته باشه برای تونگو بود، ولی مشهورترین و قدیمی ترین برنامه مال کشور سنکیس و نویس هستش که اینا جزو مستعمرهای انگلستان بودن و الان خب مستقل شدن. اونا برنامهشون رو 84 شروع کردن ولی برنامه موفقی نداشتن تا 2007. فکر کنم طبق آماری که به من دادن چندین سال پیش این بود که در بین 84 تا 2007 حدوداً 800 خورده پرونده توی این مدت داشتن و برنامه تابعیتشون توی این مدت وابسته بوده که کسی بیاد اونجا ملکی بخره. 2007 سنکی خیلی رشد زیادی کرد دریافت پروندهشون به خاطر اینکه برنامه گذاشتن که گفتن خب شخص لازم نیست بیاد ملک بخره، میتونه یه پولی رو وقف کنه به دولت و اونجا میتونه در تابعیت رو درخواست کنه. خیلی سریع بود. یادم میاد اون موقع تو خبرنگاران من بودم و شرکت هنلی، ما دوتا فعال بودیم اینجا، بازار دست ما بود، ما دوتا، و خیلی درخواست زیاد بود چون واقعا اون موقع سنکیز هم ویزا فری انگلستان رو داشت، شنگن رو نداشت ولی کانادا رو داشتن و 2009 اینا شنگن هم گرفتن. یعنی واقعا یه پاسپورت خیلی عالی بود چون کانادا ویزا نمیخواست، انگلستان ویزا نمیخواست، شنگن ویزا نمیخواست و میتونم بگم دوران 2009 تا 2014 فوق العاده بود چون بقیه کشورهای کارائیب هم وارد این حوزه تابعیت یا سیتیزنشیپ با اینوستمنت نشده بودن. البته به خاطر این افزایش خیلی زیاد پرونده و مشهور شدنشون ما در خرابکاری هم کردم. برای این 2014 کانادا ازشون ویزا فریشون رو گرفت و اتفاق بدی افتاد تو 2014. بله خب نمیخوام درباره‌اش صحبت کنم، یه ذره به نظر ما انگشت ما ایرانیام تو اون مسئله بود میشه گفت، ولی اونجا بود که 2000 البته دیگه دلیلی که برنامه سنکیست خیلی هم محبوب شد مخصوصا برای ایرانی‌ها این بود که تا 2014 اینو نمی نوشتن تو پاسپورتشون که محل تولد شخص کجاست. برای همین 2014 مجبورشون کردن که بنویسن محل تولد صاحب پاسپورت رو. اونجا بود که 2014 14,000
پاسپورت رو ریکال کردن، درخواست کردن دوباره بیاد و دوباره پاسپورت رو صادر کردن با محل تولد. ولی خب دیر شده بود چون کاناداشون ازشون گرفتن. البته 2009 چون شنگنشون آمد خیلی خوب بود دیگه، چون تنها کشوری بود که تو این حوزه کارائیب هم شنگن ویزا بدون ویزا میرفتن، هم انگلستان بدون ویزا میرفتن. برای همین 2014 بازم بد نبود، خیلی رشد خوبی داشتن. ولی متاسفانه 2014 برای ایرانیا دیگه بستن که ایرانیا درخواست نکنن. و خیلی جالب بود، شما من صحبت میکنین کسی با شما تماس گرفته دیروز که خودتون فکر کنم بگین جالبتره، شیرین‌تره. آره من واقعا تعجب کردم، چون الان دیگه عصر تکنولوژی هست، مردم دسترسی به همه چیز دارن، میتونن یه سرچ کوچیک کنن و برسن. من با یه آقایی صحبت میکردم، ایشون میگفتن که 6 ماه پیش یه خانم وکیلی، نه حالا یه خانم همینجوری بگیم اومده سراغشون، بالاخره با اطلاعات ایشون رو فریب داده و گفته پاسپورت سنکیت برات میگیرم و 6 ماه بعد به ایشون گفته که ای وای بسته شد برای ایرانی‌ها. و این خیلی اتفاق بدی بود، چون این آقا واقعا برنامه‌ریزی کرده بود، بالاخره به نسبت اون گسترش بیزنس یا کسب و کارشون روش حساب میکنن دیگه برای اخذ پاسپورت دوم. و کاشکی مردم قبل از اینکه واقعا اعتماد کنن به شیادانی که توی بازار هستن یه تحقیق کوچولویی انجام بدن. حالا اگه بخوایم برسیم به صحبت خودمون، مرسی ازتون. البته بر من این مسئله خیلی جالب بود، چون میگم حدوداً بیشتر از 10 ساله که سنکیت برای ایرانیا بسته این برنامه رو به یه شخصی بخواد فریب بده کسی رو و کسی فریب بخوره که برنامه بازه و بعد 6 ماه بعد بسته شده باشه. خب خیلی جالبه. میگم تلخه، ولی خب شما درست گفتین باید بیشتر تحقیق کرد درباره اون برنامه‌ای که میخوان درخواست کنن، کسی که میخواد بهشون کمک بکنه، همون که اول گفتین. و اصلا مهمتر خب بعد میخوان با این چیکار بکنن، میبینید واقعا به دردشون میخوره نه، آیا قدم بعدی بعد از این هست یا نه. اینا خب میگم مقدار بیشتر باید روش توجه کرد. خب با این توصیفاتی که شما دادین، حالا من بگم که دومینیکا از سال 1993 پیوسته به همین اخذ، یعنی اعطای شهروندی با سرمایه گذاری، که دوستان بدونن اون هم ید طولایی تو این زمینه داره. اما اگه بخوایم اینو در حال حاضر خیلی شسته رفته بگیم که چه کشورهایی با سرمایه گذاری به ایرانی ها تابعیت میدن، یعنی ختمه به پاسپورت خواهد شد نه اقامت، پاسپورت رو میدن، اگه بخوایم بگیم مشخصا چه کشورهایی هستن، این میشه کدوم کشورها؟ خب ببینید، اولا حدودا تقریبا 20-25 تا کشوری هست تو دنیا که برنامه‌های تابعیت دارن. خب بعضیشون خیلی نمیدونن، مثلا کامبوج. بله. در کشور کامبوج هم تابعیت رو میشه گرفت. ولی خب برای اگه بیایم این بحث رو فقط تمرکز بذاریم رو ایرانی‌ها، الان جایی که ایرانی‌ها میتونن تابعیتشون رو بگیرن، اونم با ایرانی‌ها با دو گروه کرد. گروه اول کسایی که در ایران زندگی میکنن یا با در ایران رابطه اقتصادی تجاری دارن، یا ایرانیایی که اصلا رابطه اقتصادی تجاری با ایران ندارن. مثلا دومینیکا و ترکیه 2 تا کشورهایی هستن که خب زیاد براشون مهم نیست که این شخص متقاضی در ایران مستقلات سنگین یا سبکی داره یا نه، با اقتصادی اونجا رابطه‌ای داره یا نه، زندگی میکنه یا نه. ولی مثلا کشورهای دیگه هستن مثلا گرانادا و کشور آنتیگوا که میخوان که مثلا آنتیگوا میگه که در از 10 سال گذشته ایران نباید زندگی میکرده باشن و هیچ وابستگی اقتصادی نباید داشته باشن. گرانادا هم همینطور. برای همین این مقدار محدودیت ایجاد میکنه. ولی اگه بخوایم ببینیم کشورهایی که ایرانی ها میتونن درخواست کنن، حالا چه ایران زندگی کنن چه نه، من فکر کنم تمرکز بیاریم اونایی که تو ایران زندگی میکنن. فعلا فقط دومینیکا و ترکیه هستش. البته مصر و اردن هم برنامه دارن، ولی فکر نکنم مایل باشن که زیاد ایرانی‌ها درخواست کنن برای مصر. خیلی هم البته میگم اگه ترکیه ایرانی‌ها درخواست بکنن، خب یه مقدار مزایایی داره، برای زندگی راحته، نزدیک ایرانه، میتونن برن بیان و تمدنشون، کالچرشون این مقدار شبیه اقلا ما هست.
و زندگی کردن در مصر و در اردن می‌بینید به نظر من تغییری زیادی نداره. حتی به نظر من شاید، حالا میخوام به کسی تهمتی بزنم، ولی شاید آدم سطح زندگیش پایین‌تر هم بیاد. برای همین من فکر می‌کنم دومینیکا گزینه خوبیه برای کسی که دنبال هویت دوم و سفر هستش. ترکیه هم برنامه خیلی خوبیه برای کسی که خب دنبال یک محل دومی است یا محلی بخواد بره زندگی کنه، ولی خب پاسپورت ترکیه امکانات سفر فوق‌العاده‌ای رو نداره. بله. برای همین دومینیکا خیلی بیشتر متقاضی داره و با محمد صحبت می‌کردم به نظر میاد تحقیقات زیادی رو اینترنت میشه درباره دومینیکا و برنامه‌اش. بله. یه نکته رو حالا اینجا چون اشاره کردیم بهش حتما منم ذکر بکنم، اینکه خب حالا در واقع اینا دیتا ها هستن که یه تحلیلی میشه روش ارائه داد. اینه که اولا که تو این چند سال اخیر ما اون میزان کلیک و اون میزان سرچ که توسط کاربران دارن انجام میشه همینجور سال به سال که میگذره بیشتره در رابطه با برنامه‌های CBI، مشخصا در رابطه با برنامه دومینیکا. چیزی که حالا من برداشت میکنم، البته با اجازه از آقای بیات، و این هم اشاره میکنم به حرفایی که خودشون همیشه میزدن، در واقع حرفا از زبون من داره صرفا خارج میشه، اینه که ما در رابطه با برنامه تابعیت و برنامه‌های CBI، این که در واقع کشور خودمون، مثلا کشور ایران رو اگر بخوایم ببینیم به عنوان یک متقاضی، خب توی اون مراوداتی که توی جهان به عنوان یک شهروند جهانی تو رده‌های مختلف با پاسپورت‌ها، با اون قدرتی که اون پاسپورت اون تابعیت کشور رو داره، خیلی فرصت‌ها چه کاری چه بیزنسی چه برای امنیت خانواده، اقامت و همه اینا فراهم هستش. کشورهایی که مثلا مثل کشور ایران که به واسطه شرایط سیاسی یا شرایط مختلف از این در واقع فرصت‌ها به دور افتادن، در واقع این برنامه‌های CBI که خرید تابعیت از طریق شهروندی هستش میاد این گپ رو در واقع پوشش میده و باعث میشه که در واقع ارزشش در واقع اینجا مطرح میشه که یک فردی که حالا به واسطه اون در واقع جبر جغرافیایی که توی یک کشوری متولد شده و توی اونجا داره زندگی میکنه، چگونه میتونه این مسیر رو حالا سوا از اون برنامه‌های اقامت یا برنامه‌های مختلف دیگه که منجر ممکنه بشه به برنامه‌های مهاجرت، بتونه این مسیر رو یه حالت بگیم میونبری بزنه و بتونه اون فرصت‌ها رو در واقع دست پیدا کنه. که حالا ما الان در واقع با توجه به این سرچ هایی که انجام میشه و میایم مطالعه میکنیم میبینیم که بله این آگاهی کم کم داره بیشتر میشه، توجه افراد داره نسبت به این برنامه‌ها بیشتر میشه و اون ارزشش در واقع داره بیشتر مشخص میشه. خواستم یک نکته گفتین، یک کلمه گفتین شهروند جهانی. آقای بیات، من اخیراً یه پادکستی از شما و خانم مناشا و آقای آرماند آرتون داشتم گوش میدادم، توش اشاره میکنین به این که مردم آگاه شدن به این که میخوان شهروند جهانی بشن که بتونن دسترسیاشون رو زیاد کنن. حتی جالب، مردم همه به ما که زنگ میزنن فکر میکنن که فقط ایرانی ها یا مثلا افراد جهان سومن که میخوان برای دومینیکا اقدام بکنن. حتی تو صحبت ها اعلام میشد که یه درصد زیادیش حتی ممکنه آمریکایی باشن و بخوان این کارو بکنن. این شهروند جهانی شدن و گسترش دسترسی ها خیلی نکته واقعا به نظرم برجسته‌ای هست. بله، ببینید در گذشته و در حال حاضر یه حرکت خیلی زیادی هست بین کشورهای جنوب به شمال، ولی به نظر میاد الان همین حرکت هم برعکسش هم داره انجام میشه از طرف کشورهای شمال به کشورهای جنوب و به نظر میاد تقریبا 1/4 درخواست ها در کشورهای کارائیب، حوزه کشورهای کارائیب برای بحث تابعیت از طرف کشورهای غربیه. حالا بعضیا میان دلیل‌های زیادی میذارن، مثلا آمدن آقای ترامپ یا احتمال آمدن آقای ترامپ که حالا خب بالاخره انتخاب شد، در نتیجه این بعضیا رو خیلی خشمگین کرده و میخوان آمریکا رو ترک بکنن. البته بعضی از هنرمندا و آدمای مشهور اونجا قول داده بودن که اونجا رو ترک خواهند کرد اگه آقای ترامپ رئیس جمهور دوباره بخواد بشه. حالا بعد دید اینا به قول عمل خواهند کرد یا نه، ولی از لحاظ جنبه‌های اقتصادی اجتماعی اینا خب خیلی هستن میخوام بیان جای دیگه. خب از اون بر برای کشورهای شرقی و کشورهای جنوب خب خیلی میخوام برن به سمت غرب
و کشورهای شمالی. در نتیجه آره این فقط ایرانی‌ها نیستن که درخواست میکنن برای این برنامه، چینی‌ها صدر اول دارن برای گرفتن اقامت یا تابعیت یا حتی مهاجران. مثلا کانادا 2 گروه اول مهاجر چینی‌ها و هندی‌ها هستن. ایرانی‌ها فکر کنم در جالب توجهه. فکر کنم آمار 2022 رو که نگاه می‌کردم در کانادا 33% مهاجرین بودن هندی و چینی، یعنی 1/3. خیلیه. بعد تو برنامه‌های دیگه هم همینطور هستش، ولی خب تعداد غربی ها یا شمالی ها هم داره زیاد میشه. الان مثلا شما امارات رو نگاه کنید، میشه گفت تمام اینفلوئنسرهای فرانسوی امروز در امارات زندگی میکنن. خیلی از آمریکایی‌ها دارن، مثلا خود دفتر ما خب خیلی مشتریامون آمریکایی هستن که بعد از گرفتن تابعیت دومشون میان اینجا شرکت میزنن و اینجا می پایگاهی برای خودشون درست میکنن. البته میگم این تو این اصطلاحات زیاده، انگلیسی میگن global citizen، شهروند جهانی. چند وقت پیش خب اصطلاح بود دکده جهانی. دنیا داره کوچیک‌تر میشه و دسترسی به مناطق مختلف به نظر من مهمتر خواهد بود، مخصوصا بعد از کووید. خیلی مردم بیشتر دلشون میخواد دسترسی راحت‌تر داشته باشن، چون متوجه شدن در زمان کووید که واقعا چقدر میتونن آزادیاشون گرفته بشه، محدودیت‌هایی گرفته بشه براشون. مخصوصا کشورهای شمالی یا غربی اونا بیشتر احساس کردن، چون آمریکایی‌ها کانادایی دیدن که خب نمیتونن وارد منطقه شنگن بشن. حتی استرالیا به شهروندان خودش اجازه برگشت تا یه مدتی نمیداد. میدونید خب خیلی جالب. برای همین حالا تو این بعد از زمان کووید خب خیلی متوجه شدن که خب اگه میخوایم واقعا جهانی باشیم باید تابعیت‌های و اقامت‌های مختلف داشته باشیم که در زمان‌های مختلف لازم یا غیر لازم بتونیم تردد بدون زحمت داشته باشیم. البته به نظر من با این حقیقت جدیدی که داره میاد با ویزای ETA یعنی درخواست ورود الکترونیکی کشورهای مختلف، این بدتر هم خواهد شد دیگه، چون در اصل اگه شما این مقدار درباره‌تون تبلیغات منفی شده، مقاله‌های منفی نوشته شده باشه یا یه پروفایل سوشالتون این مقدار خشن از نرمال باشه، ممکنه اجازه ورود بهتون ندن، در نتیجه کاری به تابعیتتون هم دیگه نداره. یا این ولی اگه مقیم شنگن باشید، اگه حتی پروفایلتون هم مناسب نباشه، ولی خب حق ورود دارین چون شهروند اون منطقه هستید. درسته. مرسی از توضیحاتتون. آقای باید ببینید خیلی از افراد فکر میکنن که خب چون اعتبار این پاسپورت دومینیکا 10 سال هست، فکر میکنم بعد از 10 سال این پاسپورت ازشون گرفته خواهد شد. از طرفی چند وقت پیش یه صحبتایی شد و ما متوجه شدیم 68 تا تابعیت دومینیکا باطل شد. این ابطال تابعیت در چه صورت اتفاق میفته؟ چون همه ما خیلی خوب میدونیم که تابعیت چیزی نیست که مثل اقامت باشه. به طور مصطلحش اینه که میگن شب سیاستمدارا میخوابن، صبح پا میشن، به نسبت نیاز روز خیلی کارا رو، خیلی از اقامت‌ها رو ممکنه کنسل بکنن، ولی تابعیت این اتفاق براش به این راحتی ها نمیفته. در خصوص ابطال تابعیت هم یه مختصر توضیحاتی به ما میدین؟ بله، ببینید گرفتن اقامت شخص، کنسل کردنش خب خیلی راحت تره. مثلا کانادا اگه شما جرمی محکوم به جرمی بشین، خیلی مثلا قتل، اقامت رو ازتون پس میگیرن، میتونن کنسل کنن. بله. ولی گرفتن تابعیت خیلی مشکل تره. تو اون مسئله 68 نفری که تابعیت دومینیکاشون رو ازشون گرفتن، خب اینجا تخلفاتی بود تو پر کردن فرم و دادن اطلاعات که بعداً دولت متوجه شده بود که تخلفاتی شده که بیشترش هم عراقی بودن. این هست. کانادا هم در گذشته کسانی که تابعیت رو گرفتن دیدم که سیتیزنشیپشون رو، تابعیتشون رو کنسل کردن به خاطر اینکه دروغ گفته بودن. مثلا یک کیس اینجا جالب بود تو دبی، یه خانواده لبنانی
اینا درخواست تابعیت کردن، تابعیتشون رو گرفته بودن، بعد از 5 سال تا پاسپورتشون هم تمدید کرده بودن. در دوره 5 سال بعد، یعنی در دوره 10 سال بعد میشه، آمده بودن پاسپورتشون تمدید کنن در کنسولگری کانادا در دبی. یکی از افسرای مقدار زبلتر و زرنگتر تصمیم گرفته بوده فیسبوک این خانواده رو چک بکنه و متوجه شده که تو تایملاین عکساشون اون 3 سالی که اینا گفته بودن کانادا بودن، عکس‌ها همه دبیه. درش متوجه شدن که اینا دروغ گفتن و بعد از 10 سال پرونده تابعیتشون دوباره باز کردن و با اطلاعات جدید متوجه شدن که اینا دروغ گفته بودن و تابعیت رو ازشون پس گرفتن. در نتیجه فقط دومینیکا نیست، کانادا این کارو میکنه، همه کشورها میتونن این کارو بکنن. برای همین همیشه به بچهای دفتر میگم در فرم پر کردن توجه کنید، چون مخصوصا تو زمان امروز که تمام این فرما رو میشه برای سالیان سال رو دیتابیس نگه داشتن و میتونن رجوع کنن در آینده به اطلاعات گذشته، ببینن که واقعا یا درست فرم پر شده بوده، صادقانه و با شفافیت اطلاعات رو داده بودن یا نه. درسته. این صحبت ابطال رو اینجا نگهش داریم. من یه چیزی رو در رابطه با ارائه مدارکم اضافه بکنم، از شما سوال دارم در این خصوص. ببینید خیلی از افراد قبلا که اقدام میکردن برای اخذ تابعیت دومینیکا نیاز نبود تک تک منابع مالیشون، تک تک شرکت هایی که اسمشون توی اون شرکت ها هست داده بشه. اما میبینیم که از بعد از فکر میکنم جولای 2022 خیلی سختگیری توی مدارک بیشتر شد. خیلی مدارک شفافیت و دقت و بررسی مدارک میبینیم که خیلی با جدیت بیشتری اقدام میگیره که خب بعد از اون مصاحبه اضافه شد. شما تا چند درصد فکر میکنید ارائه مدارک و در واقع میشه گفت این صحت و سقم مدارک تاثیرگذار هستش در اخذ تابعیت یا بعد از اون ابطال اون؟ خب ببینید، در هر صنعتی بعد از این مدتی به جایی میرسیم بهش که maturity، آدم بالغ میشه، یاد میگیره. من فکر میکنم خب اینا کشورهای کارائیب اون کرو، اون منحنی بالغ شدن بهش رسیدن. اولا خب خیلی ساده تر بود قبول شدن ولی الان خب بیشتر آگاه شدن، بیشتر اطلاعات دارن و در نتیجه دقیق تر میتونن انجام بدن. البته دلیلی که 2022 شما میگین این پیش آمد این بود که در زمستون 2022 جلسه‌ای بین کشورهای کارایی و آمریکا پیش آمد که آمریکایی‌ها به اونا 6 نکته رو تذکر دارن که باید اصلاح کنن، که یکی از اونا، 2 تا از اونا که به درد ما میخوره اینه که خواستن برای بعضی از کشورها مثلا ایران دو دیلیجنس بیشتری بکنن، تحقیقات عمیق‌تری انجام بدن، برای این هزینه‌ها رفت بالا. 2 اینکه مصاحبه کنن هم با افراد و این مقدار بیشتر بررسی کنن اطلاعاتی که دادن. خب این خب کارو به نظر من بهتر کرد، چون الان دیگه آدمای بهتری شامل انتخاب میشن که این برنامه رو داشته باشن و ارزش پاسپورت به نظر من این تابعیت بیشتر میشه، به خاطر اینکه آدمایی که نباید بگیرن خب نمیگیرنش. در اصل که گذشته این مقدار ساده تر بود و میشد راحت تر بعضی چیزها رو پنهان کرد. الان خیلی دقیق شدن و دسترسی به یه اطلاعاتی دارن که خود موکلین هم خودشون هم بعضی وقتا شوکه میشن، یادشون رفته که مثلا 10 سال 15 سال پیش همچین مسئله‌ای تو زندگیشون بوده. برای خب برای دفترات مثل ما خب مشکل تر پرونده رو درست کردن، چون اطلاعات بیشتری باید بدیم، باید توجه بیشتر بشه. ولی خب به نظرم برای این برنامه مثلا تابعیت‌ها خب بهتره، چون کسانی بهتری دسترسی پیدا میکنن به این تابعیت‌ها و گروه قشنگتر و زیباتری از معروف الک میشه دیگه یه جورایی. این ریزش‌ها که انجام میشه خوبه که واقعا اینجا مردم آگاه باشن که هر چقدر شفافتر باشن در ارائه مدارک، کما اینکه ما تو بازار یعنی در واقع صنعت این تابعیت و مهاجرت میبینیم که گاهن مؤسسات فقط مدارک جمع میکنن اما این حساسیت رو به خرج نمیدن که اگر بعد از 10 سال این فرد خواست پاسپورت رو تمدید کنه آیا به تمدید میرسه یا یهویی توی بررسی یا یه چک امنیتی این پاسپورت
باطل میشه. به این نکته هم هست، چون گرفتنش یه چیزه، نگه داشتنش هم یه چیزه به نظر من. البته ببینید کشورهایی مثلا مالتا یا سنت لوشی تو قانونشون نوشتن که تو مثلا مالتا فکر کنم ماده 52 یا 14 قانونشه که میگه اگه در عرض 7 سال اولی که تابعیت رو گرفتن اگر تخلفی بکنن که اون محکومیتش بیشتر از 1 سال حکم به زندان داشته باشه تابعیتشون از دست میدن. در نتیجه همچین شرایطی هست. 1 2 درست میگین شما، اگه در آینده شخص بخواد تمدید پاسپورت کنه یا پاسپورتش گم شده یکی دیگه بگیره به هر دلیلی، میتونن دوباره پرونده رو بررسی کنن و ببینن که آیا پرونده‌ای که روز اول تحویل داده بوده فایل کرده صحت داشته، اطلاعات درست بوده یا چیزی پنهان نشده بوده و اگه بفهمن دوباره میتونن پرونده رو بررسی کنن و حتی تابعیت رو پس بگیرن از شخص. این فقط برای دومینیکا نیست، تمام کشورهای دنیا این حقیقت وجود داره. سپاسگزارم. آقای بیات، از جولای 2023 ویزافری انگلستان برداشته شد از دومینیکا که دیگه خب خیلی از مردم اون لحظه صبر کردن که ببینن این چی میشه. الان میبینیم که 1 سالی هم گذشت اما ویزافری انگلستان بر نگشت. شما فکر میکنین این ویزافری انگلستان برمیگرده و اینکه حالا به تبع اون یا برعکسش ممکنه اتفاق بیفته، ممکنه این حوزه شنگن دسترسی دومینیکا رو قطع بکنه یا نه؟ نمیدونم تو این زمینه هم اگر نظری دارید لطفاً با ما در میون بذارید. آخرین باری که با نخست وزیر دومینیکا صحبت کردم و با وزیر امور خارجه‌شون آقای هندرسون، من گفتن که در حال مذاکره با دولت انگلستان هستن که این امکاناتی که قبلا داشتن رو دوباره به دست بیارن. برای این کار خب اولین حرکتش این بود کسایی که اطلاعات نادرست داده بودن درباره ردیه ویزای انگلستانشون، اون 68 نفر خب کنسل شدن و به نظر میاد کسان دیگه ای هم نام خواهند برده شد که چون اطلاعات نادرست دادن. البته این مسئله که تو پرونده ها یه سوالی هست تو صفحه 10 فکر می‌کنم 80 خورده‌ای تو پرسشنامه دومینیکا 85 86 چون سالا اصلا عملا گفته که آیا شما ویزا فری آیا شما ویزای ردی برای کشوری دارید؟ و من همیشه گفتم کسانی که ویزای شنگن ردی داشتن یا ویزای انگلستان ردی داشتن یک مانع خیلی سنگینی هست که ازش رد بشن برای گرفتن تابعیت دومینیکا. و همیشه به مشتریان دفتر خب توصیه کردم نه اول بریم این ویزا رو بگیریم، یعنی کنسلی رو کنسل کنیم با گرفتن ویزا و سفر در اونجا بعد درخواست کنیم. ولی خب خیلی ها این مسئله رو توجه نمی‌کردن و دولت دومینیکا هم توجه نمی‌کرد و برای همین کسان خیلی زیادی شنگن با ویزای شنگن ردی و انگلستان ردی این تابعیت رو گرفتن که خب یا دوچار مشکل شدن در ورود یا اگر هم نشدن خب بعداً برای دومینیکا مشکل شده که خب این انگلستان این مشکل خیلی بد حل شد. به نظر من در آینده دوباره انگلستانشون رو خواهند گرفت، مخصوصا وقتی انگلستان این الکترونیک ترافل اتوریزیشن یعنی اجازه ورود الکترونیکی رو برای همه بذاره، چون فعلا این از پاییز امسال گذاشته شد برای بعضی از کشورها مثلا کشورهای حوزه این دور خلیج فارس، ولی از 2025 برای کشورهای دیگه‌ای که ویزا فری با انگلستان هستند به اجرا گذاشته میشه. من جمله کانادا یادم من اگه بخوام برم انگلستان از سال دیگه باید این فرم الکترونیک رو پر بکنم، 7-8 سوال جواب بدم و اگه جواب دادم خب به من یه اجازه ورود میدن که اون کد برای 5 سال اعتبار خواهد داشت. فکر کنم در اون مقطع دومینیکا یا دوباره بتونن اجازه ورود رو بگیرن، چون شخص وقتی که میخواد درخواست ورود رو بکنه به احتمال زیاد سوالی ازش خواهد شد که آیا شما قبلا درخواست ویزا کردین و رد شدید یا نه. اونجا اون دومینیکایی هایی که مشکلی تا حالا نداشتن، ردی نداشتن، خب میگن نه و بهشون اون کد میدن. ولی دومینیکایی که در گذشته ویزای ردی داشتن و دومینیکا رو گرفتن، اونا به احتمال زیاد خب الک خواهند شد، بهشون خواهند برین درخواست ویزا بکنید ببینیم آیا شما ویزا گرفتنی هستید یا نه. تو این چه فکر کنم بشه کنار آمد به دولت دومینیکا، من که نه، بتونن دولت دومینیکا کنار بیان با دولت انگلستان و این امکانات رو بگیرن.
همین حقیقت هم با حوزه شنگن شنگن خواهد بود. البته حوزه شنگن یک دو تا چیز ایجاد خواهد شد، یک این اجازه ورود الکترونیکی، یک دو و به احتمال زیاد از نیمه دوم 2025 یک برنامه جدید خواهند گذاشت که روز شماری کنه روزایی که کسی در منطقه شنگن هست. مثلا من کانادایی که زیاد برم اونجا، بیشتر از 90 روز در 6 ماه اونجا باشم، خب اینجا پرچم زرد آفساید میره بالا که بیاد بیشتر از حد تو منطقه شنگن، اونجا با من برخورد خواهد شد. در حال حاضر ورود خروج از منطقه شنگن شمارش نمیشه، ولی به نظر میاد این شمارش خواهد بود و برای بعضیا مانع بشه. در نتیجه سوال شما، من خوشبینم که این رو دوباره میگیرن و به نظر میاد دولت دومینیکا داره تغییراتی دو برنامه تابعیتش میده که متقاضیان بهتری رو انتخاب کنن و البته اجازه ندن کسایی که ویزای ردی شنگن یا انگلستان دارن اصلا درخواست بکنن. در این مسئله ویزا حل شد، میمونه خب آدمای بهتری انتخاب کنن که شایسته باشن به این پاسپورت. جالب با این مسئله هم که الان کانادا پیش آمد که دولت کانادا خیلی سفت و سخت تعداد افرادی که میخوان اقامت رو بگیرن از امسال به بعد تقریبا 20-25% کاهش داد و تعداد کسانی که ویزاهای کار و ویزای توریستی رو دارن کم کرد و خبری که دیروز رسید که دیگه قرار ویزاهای مالتیپل رو دیگه به ندرت بدن به کسانی. من فکر میکنم اون پیش بینیایی که مردم میکردن که حالا میریم کانادا اونجا میمونیم اقامت رو میگیریم 3 سال میمونیم، این دیگه احتمال کمتری خواهد بود که به این نتیجه اقامت و تابعیت برسن. نمیشه فکر میکنم رجوع بیشتری به برنامه‌های تابعیت و برنامه‌های ویزای طلایی خواهد شد. سپاسگزارم. البته من یه جورایی میتونم بگم که الان دومینیکا داره جلب نظر میکنه، یعنی داره سعی میکنه انگلستان رو متقاعد بکنه که داره سختگیری میکنه، به خصوص این که قیمت ها تقریبا میشه گفت 2 برابر شد، از این طرف مصاحبه اضافه شد، دو دیلیجنس زیاد شد و این در واقع به نظرم راهی هست که داره نشون میده به انگلستان من دارم سختگیری میکنم و قطعاً این وسط وقتی مصاحبه‌ای هست مردم با مدرک یه چیزه، وقتی شما جلوی دوربین قرار میگیری با کسی که با کوچکترین حرکتی میتونه متوجه بشه شما دارین راست میگین یا دروغ، اینجا خب خیلی تاثیرگذار هست. منم فکر میکنم نظر شما این که میگیم برمیگرده این هم اتفاق خواهد افتاد. البته با این نکتهایی که شما گفتین فکر می‌کنم کیفیت متقاضیان هم بهتر میشه. بله. واقعا جالب بود، دیروز یک مصاحبه بود با یک روزنامه آمریکایی، من گفتن نظرتون درباره انتخاب آقای ترامپ چیه در چارچوب مهاجرت؟ گفتن فوق‌العاده خواهد بود، به خاطر اینکه در حال حاضر دولت آقای بایدن مرز رو باز کردن، تمام آدمایی که پول تو جیبشون نیست آمدن، میلیون ها نفر آمریکا. دستگاه آقای ترامپ جلوی این آدما رو خواهد گرفت، ولی چون یه بیزنسمنه و ارزش یک کارآفرین رو میفهمه و میدونه، چون خودش یکی هستش، به احتمال زیاد در رو باز خواهد کرد برای شهروندان که بخوان اونجا کارآفرینی یا سرمایه‌گذاری کنن، بتونن بیان اونجا، بله، که بتونن بیان اونجا با جیبای پر کار ایجاد کنن، شغل ایجاد کنن و اقتصاد اونجا رو به قول معروف دوباره make America great، دوباره آمریکا رو بسازن. بله، در نتیجه نه، من خوشبینم از لحاظ مهاجرتی بودن ایشونو. حالا مسائل سیاسی رو خب یه جنبه دیگه داره، اون تو تخصص من نیست، و یه کاری که دومینیکا هم داره میکنه همینه دیگه، دارن کار میکنن شهروندان بهتری رو بگیرن که شهروندای جدیدشون بهتر باشن. البته حرف شما کاملا متین. از طرفی من اینم اضافه بکنم یه عده دیگه هم هستن که خب با لاتاری دارن وارد میشن، حالا ممکنه اونها پول نداشته باشن باهاش سرمایه گذاری کنن، ایجاد کار کنن، خب اونا شانس دارن، همچنان دارن، اونا شانس دارن، نه آدمای خوش شانس دیان، چون 900 در سال آمریکا ویزا میگیرن، در نتیجه حالا یه 50,000 تا
خوششانسا بیان، آدمای خوششانسن، بعد نیست آدم باشون دوست بشه یا شهروندمون. آقای بیاتی، یه نکته دیگه ای که ما این روزها باهاش به چالش خوردیم بحث قیمت ها هست. من اینجا رو سریعتر عنوان کنم برسیم که سوالات دوستان رو هم بپرسیم. بحث قیمت ها هست و اینکه با توجه به اینکه دولت دومینیکا اعلام کرده که قیمت ها باید قیمت های واقعی باشه، یعنی که یک فرد اقدام بکنه هزینه ای که باید به دولت بده 200,000 تا هست. ما میبینیم که هنوز تو بازار بعضی از این مؤسسات واسطه در واقع که خودشون رو به عنوان نماینده معرفی میکنن قیمتایی میگن که خیلی پایین تر از قیمت دولته. تو این حوزه این تخفیف دادن جایز هست یا نه؟ و اینکه مردم واقعا اینجا باید چطوری متوجه بشن که الان با چه قیمتی باید اقدام بکنن؟ میدونید میخوام آگاهی افراد رو اینجا افزایش بدیم. ببینید مبدأ اون قانون هست که خب تو سایت دولتشون رسما نوشته، در صورتی که کسی مبلغی که گفته شده رو پرداخت نکنن، در صورتی که در آینده سوال بشه و ازشون مدرکی بخوان اثبات بکنن که چقدر دادن و نتونن، تابعیت رو از دست میدن. هزینه خیلی هنگفتی دولت از دست میده به خاطر اینکه کسانی هستن که اون پولی که باید به دولت برسه نمیرسونن و دولت میخواد یه مبارزه خیلی شدیدی با این افراد انجام بده و به نظر من مبارزه‌ای که خواهند داشت خیلی ساده خواهد بود، لغو تابعیت خواهد بود، خیلی ساده است و پولی هم که دادن بر نمیگرده. من اینجا میام افراد رو دو گروه میکنم. گروهی هستن که خب میخوان این یک تابعیتی رو بگیرن، حالا دومینیکا یکیشه، و میخوان رو این بسازن یه آینده ای رو برای خودشون. من توصیه نمیکنم کسی که میخواد آینده ای برای خودش بسازه پله اول و ناکامل بسازه. مثل ساختن یه خونه میمونه که شما طبقه اولش رو بخواین صرفه جویی کنید و سیمان کم بریزید، ولی خب طبقات بعد میخواین خوب درست کنید. خب هر چقدر هم طبقات بعد 2 3 4 به خوب درست بشه، ولی هم طبقه یک همیشه سسته و ضعف داره توش و نباید این کارو کرد. حالا یه گروه دومی هستن که میخوان از این تابعیت استفاده کنن به عنوان یه سکوی پرتاب و حرکت دیگه ای بکنن. خب اون دیگه فرق میکنه چون میخواد یه مسئله موقت خواهد بود، ولی اصولا من توصیه نمیکنم و میدونم که آقای اسکریت نخست وزیر دومینیکا خیلی شدیداً دنبال کسایی هستش که اون پول لازمه رو به دولتش نرسوندن. بله، متشکرم ازتون. خب حالا اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، یکی شفافیت در ارائه مدارک خیلی مهم بود، یکی اینکه دقت بکنن دارن با چه نماینده‌ای کار میکنن، اینکه دقت بکنن قیمت واقعی برشون پرداخت بشه که این مدارکی که در واقع بعدها توی پروندهشون خواهد بود بر علیه خودشون استفاده نشه. و نکته‌ای که الان به عنوان نکته پایانی استفادهش بکنیم در خصوص تابعیت دومینیکا، چطور بفهمیم که اصلا تابعیت گرفتن یا اقدام برای اخذ تابعیت دومینیکا برای من نوعی گزینه مناسبی هست یا نه؟ سوال جالبی. اتفاقا امروز ظهر تو دفتر اینجا دبی با یک خانواده افغانی صحبت میکردم که تابعیت ایران هم گرفتن و بحث سر این بود که ترکیه رو بگیرن یا دومینیکا رو بگیرن. ببینید اگه بدم بخواد این بررسی رو بکنه باید برخوش ماتریکس درست بکنه و توی این ماتریکس عاملای مختلف بیاد. مثلا یکی از عامل‌ها هست زندگی کردنی بودن اونجا. خب ترکیه میشه زندگی کرد، تمدنشون، سنتشون، دینشون به ما میخوره، حتی غذاهاشون مزهش به غذای ما یه جوری میخوره، آدم میتونه اونجا زندگی کنه. دومینیکا نمیشه، دوره و کوچیکه، ولی از اون ور خب با پاسپورت ترکی جای نمیشه رفت، ولی خب با پاسپورت دومینیکا خیلی جا میشه رفت. دو منطقه‌ای که تو زندگی میکنیم خب بالاخره میتونه حادثه هایی پیش بیاد و دومینیکا بعیده چیزی بخواد براش پیش بیاد. ایدئال دو بعد آمد دید فرزندان. خب ترکیه شما بچه‌تون برای 18 جزء پرنده‌تون نمیشه
ولی خب دومینیکا تا بچهای 27 ساله میشه، پدر مادرتون میتونید تو پرونده بذارین، حتی برادرخواهرهای مجرد که وابسته هستن اونا میتونن تو پرونده باشن. در نتیجه خب این خب خیلی جالبه برای کسی که مثلا یه خانواده‌ای هستن که میخوان یه حرکت خانوادگی بکنن، ایلشون یه جوری دسترسی پیدا کنه به امکاناتی. البته دو تا برنامه ای نیستش که در اتمام اون برنامه آدم به یه پایانی برسه. دوتاشون یه حرکت ناکاملن. گرفتن دومینیکا، آیا کسی میتونه دومینیکا رو بگیره و دیگه من دیگه تا مادام العمر دیگه به فکر چیز دیگه نیستم؟ من میگم نه، کم میاره. باید به فکر مرحله بعدش هم بود. حالا برای بعضیا فوری، برای بعضیا چندین سال دیگه. مثلا اکثر مثلا همه مشتریای مثلا دفتر ما که به عنوان اینوستور رفتن کانادا، همشون در اول کار یه تابعیت دوم رو گرفتن، بعد رفتن درخواست اقامت کانادا رو دادن، برای چندین سال اقامت رو گرفتن، برای چندین سال رفتن زندگی کردن و بعد از مثلا 7-10 سال به پاسپورت کانادا که رسیدن، اون موقع 2 تا پاسپورت دارن، ولی تو این 10 سال این پاسپورت‌های دوم، حالا گرانادا، سنت لوسی، آنتیگوا، اینا تونست اینا رو راه ببره تا اون مدت، تا اون زمانی که به یه چیز دیگه برسن. خیلی کم تو این 30 سال مشتری داشتم که تابعیت دوم رو گرفته و دیگه حرکت دیگه ای نکرده روش. اکثرا یه حرکت دومی میکنه. به نظر من ایدئال اینه که مثلا کسی یک تابعیت دوم رو بگیره، بعد یه اقامت شنگن روش بذاره، حالا طریق زدن بیزنس یا خرید یا سرمایه گذاری، و به نظر من کامل موقعی میشه که واقعا شخص مهاجرت کنه به یکی از کشورهای آنگلوساکسون، مثلا کانادا، آمریکا، انگلستان، استرالیا، نیوزلند، که واقعا بچه‌ها بتونن اونجا به یک دسترسی پیدا کنن به یه امکانات فوق‌العاده‌ای که اونجا هست و در اروپا یا با پاسپورت دوم یا با اقامت در اروپا به دست نمیاریم. حالا اگه برگردم به سوال شما که میگه تابعیت دومینیکا چه جوری برای شما هستش، میگم برای هر کسی یه جوری رو میشه دید، متناسب با هدفی که دنبال میکنن. بله، و خواسته های شخص. مثلا یکی میاد میگه من میخوام با چند وقت صحبت میکنم، یکی میگه من میخوام بچه‌م از دبستان در خارج درس بخونه، یکی دیگه میاد میگه نه من میخوام بچه‌م از دبیرستان، یکی میگه بچه‌م میخوام برای دانشگاه بره، یکی میخواد برای بازنشستگی خودش، یکی برای آسودگی فکر خودش، یکی برای امنیت، حالا این مقدار پولی بذارم یه جا به عنوان یه شهروند غیر ایرانی. در نتیجه باید آمد فکر کنم برای هر کی یه نسخه مختلفی پیچید، نه مثل اصطلاحی که مثلا دکترات و نمیدونم کششون نسخه رو به همون نسخه رو میدن. نه، به نظر من اشتباهه و نباید پیروی حرکت‌های دوستا ما هم همون حرکت رو بکنیم. ممکنه برای اونا خوب بوده، برای شما نه. دومینیکا خیلی عالیه، برای بعضی آره، برای بعضی نه. بله، متناسب با هدف به نظرم بهترین حرکته. حالا تا دوستان سوالاتشون رو می‌نویسن، من یه نکته که تو صحبت‌های شما خیلی جالب بود، چند روز پیش با هم صحبت می‌کردیم، بهم گفتین این که خیلی‌ها فکر می‌کنن اگر که مثلا پاس دومینیکا رو بگیرن بعد برن ترکیه، در حالی که خب تو صحبت‌های شما اون روز حتی عنوان کردین که توی ترکیه شما حتما باید شهروند خود ترکیه باشین تا بتونین بیزنس را بندازین، در حالی که با پاسپورت دومینیکا فرد میتونه مثلا بره هر کشور دیگه یه شرکت تأسیس کنه و بعد از اون یه کاری رو ادامه بده و برسه به همون چیزی که شما الان تو صحبتاتون بهش اشاره کردین، یعنی این رو به عنوان پله‌ای برای ورود به جایی که حالا شاید قبل از اون با ملیت ایرانیش به راحتی نمیتونسته اون ثبت شرکت رو انجام بده. این هم به نظرم نکته مهمی بود که حالا اگه شما هم در این رابطه چیزی دارین اضافه بکنید تا همه دوستان سوالاتی اگه دارید رو میتونید توی قسمت چت بپرسید تا ما همه رو از آقای بیات جوابش رو بگیریم. البته شما واقعا میگم جالب بود، زور با این جلسه که داشتم پدر خانواده، چون 3-4 تا خانواده بودن به من پرسیدن آیا ما اگه شهروندی اروپا رو بگیریم از طریق سرمایه‌گذاری مثلا یونان، آیا بهتره به عنوان یک پاسپورت ایرانی بگیریم افغانیمون یا با پاسپورت دومینیکا؟
من گفتم خب در دو حالت شما دسترسی پیدا میکنید به منطقه شنگن و همونه، ولی اگه بتونید به عنوان یک دومینیکایی اقامت شنگن رو بگیرید خب بهتره، به خاطر اینکه وقتی که اونجا میخواین فعالیت کاری داشته باشین، کارهای بانکی انجام بدین، خب بودن یه دومینیکایی یه مقدار منافع بهتری برای شما ایجاد میکنه تا برعکسش. برای همین هست، ولی خب هزینه میره بالا، چون هم هزینه گرفتن تابعیت حالا ترکیه یا دومینیکا رو دارید، به اضافه اون هزینه گرفتن اقامت شنگنتون رو مثلا از طرف یونان که حداقل 250,000 یورو و بیشتر باید براتون کاست بشه. بله سپاسگزارم. اگر آقای بیات شما هم آماده هستین ما سوالات دوستان رو ازتون بپرسیم. من روی اینجا یک کمی سوالات برام کوچیکه، اگر که رو گوشیم باشه که خیلی بهتر میشه. یه دوستی سوال پرسیدن که بعد از واریز مبلغ، فکر کنم منظورشون مبلغ دولت هست، چقدر زمان میبره تا پاسپورت به شخص برسه؟ خب ببینید وقتی که شما مصاحبه داشتید در عرض چند هفته بعد جواب میدن که شما واجب شرایط شدید یا نه و ازتون دعوت میکنن اون مبلغی که روز اول تعیین شده، حالا یا وقف یا خرید ملکه رو پرداخت بکنید. بعد از اینکه مبلغ رو پرداخت، البته در گذشته زمان خیلی زیادی میدادن که انجام بشه. آخرین بار با خانم جانسون جلسه داشتم ایشون گفتن میخوان اینو محدود بکنن و 1 ماه بیشتر وقت دادن که این مبلغ پرداخت بشه. در اینجا وقتی که مبلغ پرداخت شد برگه تابعیت شما آماده میشه. در گذشته مقدار مشکل بود، فقط وزیری که مسئول این برنامه بود اون میتونست فرم تابعیت رو امضا بکنه، ولی به نظر میاد اینو دارن عوضش میکنن که سریعتر انجام بشه. وقتی که برگه شما تابعیتتون آماده شد حدوداً میشه گفت تقریباً 1 ماه 2 ماه بعد از اینکه مبلغ رو پرداخت کردید، بعد از اون درخواست پاسپورت باید کرد که با اون برگه تابعیت میدیم اداره پاسپورت، درخواست تابعیت میکنین که این حدوداً باید 2-3 هفته طول بکشه. یه دوستی پرسیدن که در صورتی که بعد از 10 سال تابعیت تمدید نشود تکلیف ملک خریداری شده و سرمایه‌گذاری چه می‌شود؟ از نوع ریال استیت یا سرمایه‌گذاری توی ملک رو سوال می‌کنن. البته سوال به نظر من اشتباهه، به خاطر اینکه وقتی که شما تابعیت رو دارید این مادام العمره و این تابعیت به فرزندان شما هم میرسه. در اینجا وقتی که پاسپورت شما خواست تمدید بشه، حالا به خاطر اینکه صفحه‌هاش یا پر شده یا پاسپورت مثلا گم شده یا اشاره کردن اگه تمدید نشه یا نمیشه تمدید نشه. اگه نشه چون تابعیتتون رو از دست دادید. حالا بعدی چرا تابعیتتون رو از دست دادید؟ ولی برای ملک اگه سوالتون هست، شما بعد از 3 سال که ملک بهش اسم شما بود میدونید شما ملکتون رو بفروشید، مال شماست. در اگه در 10مین سال رفتین پاسپورتتون رو تمدید خواهید بکنید و گفتن نه تابعیت شما کنسل شده، خب شما میتونید ملکتون اون موقع بفروشید اگه نفروخته باشید. تا اون زمان به احتمال زیاد بعد از 5 سال همه ملکاشون رو میفروشن. در نتیجه بعید میدونم که به 10مین سال برسن هنوز ملک اونجا شخص در اختیارش باشه. در واقع میشه گفت اگر حتی تابعیت باطل بشه اون ملک یا اون دارایی مالکیت سر جاش شده. نه شما میرین یه ملکی دارید، ملک مال شماست. حالا شما میتونید ملکتون رو فردایی هم که تابعیت رو گرفتید بفروشید. البته اگه بفروشین تابعیتتون کنسل میشه، شما باید حداقل چند سال ملک رو نگه دارید. در اینچه مثل اقامت‌های گلدن ویزا دیگه، اونها همون چیزی که در واقع ملکی که خریداری میکنی حالا یا پولی که تو بانک میذاری یا به هر شکل باید برای یه بازه‌ای نگهش بداری دیگه. دوستی پرسیدن که لطفاً به صورت مشخص
در مورد مزایای طرح، همین تابعیت رو دومینیکا فکر می‌کنم مد نظرشون هست، برای ایرانیان مقیم امارات توضیح بفرمایید. با توجه به درج محل تولد در پاسپورت، از نظر برخی محدودیت‌های لایسنس‌ها یا ویزاهای کاری یا باز کردن حساب توی بانک ها، منظورشون این هستش که اگر تو پاسپورت زده باشه محل تولد مثلا ایران، این براشون برای گرفتن لایسنس یا باز کردن حساب برای کسی که الان مقیم امارات هست مشکلی به وجود میاره؟ نه، ببینید تمام یا اکثر کسانی که تابعیت دومو گرفتن از طریق دفتر خودم که خب باشون در تماسم، تونستم بدون مشکل به عنوان یک شهروند خارجی ویزای اقامت کاری بگیرند یا لایسنس بگیرن و بعد از اینکه اون مجوز شرکت رو گرفتن یا ترید لایسنس رو گرفتن، برای خودشون حسابای لازمه رو باز بکنن. البته برای باز کردن حساب بانک برای همه همون شرایط هست، یه دومینیکایی، یه ایرانی یا یه آمریکایی که باید برای حساب باز کردن بانک اون شرکتتون بتونین مدارکی رو ارائه بدین. یک، حجم کارتون چقدر خواهد بود، چرا، دو، کی بهتون پول خواهد داد، به کی پول خواهید داد، سه، بیزنس پلنتون و نقشه کاریتون چیه، در صورتی که شخص بتونه این جواب این سوالا رو بده که چقدر پول میاد تو حساب، چقدر میره، کی پول خواهد داد، به کی پول خواهد داد و برنامه کاریشون چیه و این برنامه کاری قانونی خواهد بود، تحریمی رو یا قوانین رو نمیشکنه، خب حساب بانکش میتونه باز بکنه. البته من کانادایی هم که 50 سال کانادا هستم، منم برای من مانعهایی گذاشته میشه این ور اون ور بعد که بخوام حساب بانکی یا کارهای بانکی بکنم، چون بالاخره محل تولد منم ایران هست. این یک چیزیه که خب نمیشه عوضش کرد و خب افتخارم داریم که خب بالاخره تو این سرزمین به دنیا اومدیم و دی ان ای ما وابسته به این سرزمین هستش. ولی خب که میرن یه تابعیت دوم میگیرن، یه دی ان ای مودیفیکیشن هم میکنن، یه چیزی اضافه میشه به دی ان ایشون که ما داره کار زندگیشون راحت تر میشه. بله، با توجه به دنیای امروز مردم به دنبال اینن که خب بالاخره دسترسی هاشون رو تو کل دنیا بیشترش کنن، نه فقط ایرانی ها. من فکر نمی‌کنم محدودم فقط به یه عده خاص باشه، ولی سوال ایشون هم سوال جالبی بود. دوستی پرسیدن که با فروش بیت کوین و رمز ارز هم میتوان هزینه تابعیت رو پرداخت کرد؟ بله، شما تا وقتی که یکی از سوالهای تو فرم دیوان دومینیکا درباره دارایی شما هست و یکی از دارایی شما میتونه باشه اون ارزش والت شما که این ارزش یابی میشه، میتونه ارزش یابی بشه که ببینن قیمت این والت چقدر است. و یک سوالی هم هست که وقتی که شما قبول شدین از چه منبعی میخواید این پول که لازمه بدید، خب میتونید بگین بخشی از والت هم مثلا اون رو نقد خواهم کرد و خواهم داد، چرا نه؟ پس شدنی هست. البته به نظر یکی از کشورهای کارایی بود که اینا فکر کنم گرانادا هستش یا آنتیگوا که میخوان اینا اصلا از طریق بیت کوین هم بهشون، بیت کوین از کریپتوکارنسی هم بتونن اون رقم لازمه رو بگیرن و میدونم که دومینیکا هم در جستجو هستن که این کارم اونا بکنن که دیگه پول نقد نشه و نقد منتقل بشه، که از همون کریپتو والت خودشون به والت دولت اون پرداخت رو بکنن. اینم برنامه‌ریزی داره میشه تو دومینیکا هم انجام بشه. پس شدنی هست. یکی از دوستان پرسیدن که امکان سفر به امریکا با این پاسپورت هست بدون ویزا؟ بدون ویزا؟ نه بدون ویزا تفاوتی با پاس ایران نداره. نه این سوال یه ذره. ببینید خب کسی که با پاسپورت ایرانی درخواست میکنه برای هر جا، یکی از سوالای اصلی اون افسر اون کشور اینه که شخص به کشورش برخواهد گشت و آیا شخص وقتی که وارد شد میتونه بیاد بگه نمیتونم دیگه برگردم به خاطر اینکه حس میکنم در خطرم، حالا به خاطر دلیل‌های مختلف. ولی وقتی کسی تابعیت دیگه ای رو داره نمیتونه این حرف رو بزنه. چرا؟ چون میگه اگه نمیتونم برگردم برم ایران، خب برو به کشور مثلا دومینیکات، برو به کشور ترکیه یا هر جای دیگه. برای همین این دلیل رو میتونم بگیرم. البته خیلی جالبه، الان یک کیس ردی دارم، شخص ایرانی پاسپورت گرانادا داره و ویزای کانادا رو بهش ندادن. یکی از دلایلی که افسر داده که مسخره است،
گفته رفتم دیدم تو سایت دولت گرانادا که با پرداخت $100 این شخص میاد میتونه تابعیت گرانادای خودش رو لغو بکنه. وقتی که آمد کانادا اگه درخواست تابعیت کرد میتونه بگه من پس دیگه گرانادا نمیتونم برم چون دیگه شهروند نیستم، ایرانم میترسم برم. اینجایی که من تو اعتراضیه خودم خواهم نوشت وقتی بریم دادگاه این خواهد بود که ببخشید این افسر رفته قشنگ تحقیق کرده که شخص با دادن $100 میتونه تابعیت گرانادای خودش رو لغو بکنه، ولی افسر نرفته ببینه که این شخص با چه شرایطی پاسپورت گرانادا رو گرفته. اگه بره تحقیق بکنیم میگه که $250,000 آمریکایی پول داده که تابعیت گرانادا رو بگیره. چرا به خاطر درخواست پناهندگی باید $250,000 سرمایه گذاریش و پولی که داده گرانادا از دست بده؟ یک. دو، این شخص یه ویزای مالتیپل 10 ساله آمریکا رو پاسپورت گراناداش داره. چرا باید شخصی که همچین ویزایی رو داره اینو از دست بده؟ چون میخواد درخواست پناهندگی کنه کانادا. سوماً کسی که چندین میلیون دلار دارایی داره چرا باید بیاد درخواست بکنه که بیاد پناهنده کانادا بشه و چندین سال در جا بزنه که شاید پروندهش قبول بشه یا نشه؟ میگم در نتیجه میگم افسرا خیلی دیدگاه‌های شیرینی دارن. بعضی از سوالاتی هستش که جواباش خیلی واضحه اما خب نیاز به مشاوره داره و ما زمان نداریم. من دوستان میتونید روی وبسایت ما، حالا اگه بچه‌ها محبت کنن وبسایت رو توی چت بنویسن من ممنون میشم. روی وبسایت میتونید مشخصا درخواست بدید برای مشاوره و با مشاورین ما صحبت بکنید مشخصا در رابطه با کیسای خودتون. یه سوال هست که پرسیدن، مثلا گفتن چجوری میتونیم اینا همون روی وبسایت هست. شما تهران هستین دیگه، راحت میتونن با شما تماس بگیرن دیگه. من بچه‌ها هستیم در خدمتشون، حتما جوابگو خواهیم بود. یه سوال پرسیدن که ممکنه به خاطر چالش‌های سیاسی یه سری از مزیت‌های تابعیت دومینیکا رو از ما ایرانی‌ها بگیرن؟ نه، این به نظر من خاصاً از یه ملیت. ببینید ممکنه دومینیکا امکاناتی که به بعضی خارجی ها داده برای درخواست کم بشه. آره احتمال داره، احتمالش هم خیلی جدیه که بیان بگن دیگه ایرانی ها درخواست نکنن، مثل بقیه کشورهای حوزه کارائیب مثلا سنت کیتس و سنت لوسی بیان بگن اصلا ایرانی ها میتونن درخواست کنن، یا مثل کشور آنتیگوا یا گرانادا بیان شرایط سختی بذارن که شخص باید اصلا شهروند ایران نباشه، مقیم نباشه، وابستگی اقتصادی نداشته باشه. این امکان هست. حالا با آمدن آقای ترامپ این فشار رو ممکنه بذارن، بعید میدونم ولی شدنیه. ولی وقتی که شخصی شهروند دومینیکایی شد دیگه نمیتونن بیان فرق بذارن بین شهروندی که اصلیتش ایرانیه نسبت به کسی که شهروندی که اصلیتش آمریکایی بوده یا مثلا هندی بوده یا چینی بوده. نه، اون موقع شما شهروند دومینیکایی هستید. حالا آیا کشورهای ثالث مثلا شنگن میتونه بیاد فرق بذاره بین یک دومینیکایی که دومینیکال اصل هستش یا یک دومینیکایی که ایرانی هم هست بعد که وارد منطقه شنگن میشه؟ آره این امکانش هست که بیان یه مقدار بیشتر سوال بکنن از کسی که تابعیتش رو خریده، مخصوصاً تو چارچوب این که ببینن چجوری گرفته، چقدر داده و به چه نحوی به این رسیده. اینجاست که خب مثلا کار کردن با یک کسی که خب آشنا و شناخته شده هست بهتره. مثلا اگر یک ایرانی دومینیکا رو گرفته داره وارد منطقه شنگن میشه و ازش بپرسن چجوری این تابعیت رو گرفتی، خب شخص خیلی راحت‌تر میتونه بگه مثلا من یکی از افرادی که نام برده بودن دولت و مجوز داشتن و من کمک کردم در فلان تاریخ فلان پرونده رو دادم، در فلان تاریخ فلان مبلغ رو دادم، اینم رسیدشه و تابعیت رو گرفتم. خب میبینن که این شخص یا شخصی که شفاف و قانونمندانه به این تابعیت رسیده، تا اینکه کسی که خب اصلا نمیدونه چجوری این کار رو کرده، کی بوده و بهش کمک کرده. اونجا آره میشه فرق‌هایی رو
دید و بشه. آقای بیات 5 دقیقه هم از تایم ما گذشته، سوالات خیلی زیاد هست. میشه 5 دقیقه دیگه وقتتون رو بگیرم؟ ما بعد بذارم توی حالا مشاورات. دوستان میتونن رو وبسایت، بازم تکرار میکنم، وقت بگیرن، مشاوره ها رایگان هست، میتونید تماس بگیرید، من و همکارانم هستیم در خدمتتون. یه سوال پرسیدن که آیا در بررسی های امنیتی اگه تو بک‌گراند چک سفارت آمریکا باشیم امکان داره تأخیر در پاسخگویی به دلیل وضعیت ویزای سفارت آمریکا باشه؟ یه نکته بود قبلا من سوالو متوجه نشدم. میگن اگه تو بک‌گراند چک باشن ممکنه که در وضعیتی که حالا تو پرونده دومینیکاشون تأخیری به وجود بیاد. فکر می‌کنم منظورشون این هست. ببین ربطی درخواست ویزای آمریکا در حال حاضر با یک پرونده‌ای که باز شده دومینیکا برای اخذ تابعیت ربطی نداره. من نمیدونم، چون دو تا کشور مختلف، دو تا پرسه مختلف، دو تا تصمیم گیر مختلف هستن. از اون ور میدونم که تا پارسال دومینیکا گفته بود ای کسانی که ویزای ردی آمریکا و کانادا هم دارند قبولشون نکنید. که من یاد میدارم با نخست وزیر دومینیکا صحبت کردم، بهشون گفتم خب ربطی نداره، کسی آمریکا ویزا ردی داره، کانادا داره، به شما ربطی نداره. چون اگر شنگن و انگلستان بود، آره، چون شما بدون ویزا میرن شهروندان جدید شما به منطقه شنگن، ولی آمریکا خودش تصمیم میگیره به کی ویزا رو بده نده. در شما پاسپورت رو بدید، تابعیت رو بدید، اونا تصمیم بگیرن میخوان بدن یا ندن. حالا آسون بدن یا مشکل بگیرن یا طولانی بشه در جواب درخواست ویزا، یا خیلی سریع بگیرن یا سینگل بگیرن یا مالتیپل بگیرن، دست اون دولت هستش که مثلا آمریکا یا کانادا. بله. یه سوال دیگه، فقط یه سوال دیگه بپرسم. نوشتن که سوالشون در مورد سربازی هست. میگن که با پاس دومینیکا کسی که مشمول سربازی شده میتونه از ایران خارج بشه؟ فرزندانشونو میگن. خب ببینید، این دومینیکا پاسپورت رو به شما خواهد داد و شما پاسپورت خارجی دستتون خواهد بود، ولی خب دولت ایران باید اجازه بده شما میتونید از اونجا رو ترک بکنید یا نه. کاری به پاسپورت شما نداره. شما پاسپورت آمریکا رو هم داشته باشین، کانادا رو هم داشته باشین، مشمول بشید، اگر مجوز خروج رو نداشته باشید به خاطر سربازی، خب فرق نداره. شما پاسپورت هر جایی هم داشته باشید، بازم اجازه خروج به شما نمیدن دیگه. بله. سوالات بسیار آقای بیات. من میدونم شما هم کار دارین. الان هم ما 10 دقیقه 7-8 دقیقه هم بیشتر از اون چیزی که باید اینجا موندیم. مرسی ازتون، خیلی متشکرم از اطلاعاتتون، توضیحاتتون. دوستان عزیز هم میتونن سوالاتشون رو بپرسن، همه پاسخ داده خواهد شد. روی وبسایت کافیه که شما درخواست مشاوره بدین، من و همکارانم هستیم در خدمتتون. مرسی از همگی. مرسی مهدی جان، شب جمعه خوبی داشته باشید. شما فردا باید برین سر کار، ما اینجا فردا تازه آخر هفتهمون شروع میشه دیگه. محمد مرسی، فرصت وقت حرف زدن زیاد نداشتی، ان شاءالله دفعه دیگه بیشتر. آماره قشنگتری لذت بردم. مرسی. شبتون بخیر. خدا حافظ. خدا نگهدار.